یکی از جذابترین و آموزنده‌ترین داستان‌های اقتصادی مربوط به تورم شدید آلمان پس از جنگ جهانی اوله که به ابرتورم وایمار معروفه. اگه این داستان رو تا آخر گوش کنی چیزای زیادی یاد میگیری، پس تا آخرش با ما باش. بعد از جنگ جهانی اول آلمان به عنوان کشور شکست خورده مجبور به پذیرش پیمان ورسای. این پیمان غرامت سنگینی به آلمان تحمیل. آلمان موظف شد پول هنگفتی به عنوان غرامت به کشورهای پیروز بده، اما اقتصاد آلمان به دلیل جنگ ویران شده بود و توانایی پرداخت بدهی رو نداشت. خب داستان تورم شروع میشه. اول اینکه آلمان پولی برای پرداخت غرامت نداشت، پس شروع به چاپ پول بدون پشتوانه کرد. با افزایش عرضه پول، ارزش پول ملیشون به شدت سقوط. از اون طرف مردم و کسب و کارها هم اعتمادشون رو به مارک آلمان از دست داده بودن و ترجیح دادن به جای نگهداری پول اون رو تبدیل به ارز خارجی یا طلا. و اینجوری بود که تورم به شدت مدام در حال افزایش بود و تو سالهای 1922 و 1923 به اوج خودش رسید. قیمت‌ها هر چند ساعت یه بار افزایش پیدا می‌کردند. مردم مجبور بودند برای خرید کالاهای روزمره چرخ دستی‌های پر از پول رو با خودشون حمل کنند. توی نوامبر 1923 قیمت یک قرص نان به 200 میلیارد مارک رسید. هزینه یک تمبر به چند میلیارد مارک افزایش پیدا کرد. ارزش اسکناس اونقدر کم بود که مردم ترجیح میدادند به جای خرید سوخت اسکناس بسوزونن، چون خرید زغال سنگ یا هیزم گرونتر تموم. کارگرها حقوقهای خودشون رو ساعتی یا روزانه دریافت میکردن و بلافاصله اون رو خرج میکردن، چون که ارزش پول به شدت در حال کاهش. کسب و کارها ورشکست میشدن، چون قیمتها انقدر سریع رشد میکردن که اصلا برنامه‌ریزی اقتصادی غیر ممکن بود. بالاخره دولت آلمان با معرفی یه ارز جدید و توقف چاپ بی‌رویه پول بعد سالها موفق شد که تورم رو کنترل کنه. به نظر شما شباهت این داستان با شرایط امروز کشور ما کجاست؟ اگه میخواید داستان‌های مهم اقتصادی رو باهاش آشنا بشید و به صورت داستانی مفاهیم اقتصاد رو یاد بگیرید، پیج کاریما آکادمی رو دنبال